جناب مولانا عبدالواحد ریگی رحمه الله که یکی از علمای منطقه هست، عالم بزرگواری از علمای خاصه و یک عالم خیراندیش بود، عالم خیرخواه بود. همیشه توی مسائل صلح و واسطی و اینها تلاش میکرد و این را به شهادت رسوندند و واقعا همه ما از این شهادت ایشون متأثریم و همه علما نگرانند از اینکه یکی را ما از صف علما از دست دادیم و در این منطقه کمترین نوع مسائل پیش آمده. اخیراً بعضی مسائل پیش آمده است که علما مورد هدف قرار میگیرند، ولی اگر کسانی اختلافاتی هم داشتند به علما را سوی کس قرار ندادن، ریش سفیدان را سوی کسی قرار نداده و تحصیل کردگان سوی کس زنان و یک سری اقشاری که توی در فرهنگ این ملت حرمت خاص داشته. ما دعا میکنیم که الله تعالی شهادت این عالم بزرگوار قبول کنه به بارگاهش و درجاتشون رفیع بگردانه و فرزندان و خانواده و بازماندگان ما اجر و صبر بده.